افغانستان نام آشتی، همپذیری و همدلی است. دوستان نهایت عزیز، سلام و وقتتان بخیر. اگر کسی از نسل حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما است و یا هم از اولاد ابو جهل و ابو لهب، اگر کسی مدعی وراثت کوروش کبیر، سکندر مقدونی، صلاح الدین الایوبی، چنگیز خان و ناپلیون بوناپارت است، اگر کسی مسلمان است، مسیحی است، یهودی است، هندوست، بودایی است، سک است، ایتیست و یا هم ملحد، چه کسی علوی باشد یا عباسی، عثمانی باشد یا سلجوقی، عبدالی باشد یا گرگانی، صفوی باشد و یا هم مغولی، احمدزی باشد، کرزی باشد، یوسفزی باشد و یا هم ملکزی، همه ما یکسان اکسیژن را همین هوا را تنفس می کنیم و زیر یک چتر آسمانی آبی زندگی را به سر می بریم. از کابل تا کیپ تاون، از همالیا تا آلاسکا، از چین تا ارژنتین، از صحرای بزرگ افریقا تا سایبریا و از مکه تا واتیکان. بله، نامها جداست، ادیان مختلف و لهجه ها متفاوت، ولی همه ما انسان هستیم. خود را افغان بدانیم، افغانستانی، خراسانی، گرجستانی، هندوستانی و یا هم کردستانی و یا هم ترک، عرب و تتار. رنگ خونی همه ما و شما که در می رگها بالا و پایین میده رنگش سرخ است و امی قلب هایی که در قفس سینه های ما و شما هست یکسان می تپه، چرا که ما در ذات خود برابر و همپله هستیم. در سال 10 هجری حضرت پیامبر علیه السلام بر فراز تپه عرفات استاد شد. در ماحول و گرداگردش نزدیک به 100,000 صحابی و صحابیه خاموش نشسته بودند. در بینش استاد شد و گفت که ایها الناس کلکم لآدم و آدم من تراب، او مردم همه تان از تبار آدم هستید و آدم از گل و خاک آفریده شده. و در تعقیبش گفت که عرب به عجم، عجم به عرب، سیاه به سفید و سفید به سیاه هیچ برتری نداره مگر که متقی، پرهیزگار، انسان خوب و با اخلاق خوب و حسنه داشته باشد. این حدیث بیانگر عزیز که نژاد، سمت و قوم و قومیت هیچ ارتباطی با برتری یک انسان بالای دیگری ندارد، بلکه انسانیت و تقوا معیار است. و این چیزی است که قرآن کریم در سورت حجرات به او اشاره می کند که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بیشک ارجمندترین شما کسی است که متقی، پرهیزگار خوب، انسان خوب و کردار خوب داشته باشد. دوستان گرانقدر، در سرزمین پهناور هندوستان در همسایه ما و شما جمعیتش 1,400,000,000 هست. به 780 زبان سخن میگویند و با بیشتر به 180 دین و مذهب و کش معتقد و باورمند هستند. از هر یکش که اگر سک است، مسلمان است، هندو است، پارسا است، هر چیزی که است، اگر شما از پیششان پرسان ممکن که شما کی هستین، خواهد گفت که میں هندوستانی ہوں، میں بھارتی ہوں. در امی کشور بزرگی که بر قدرت جهان است، از امی کالیفرنیا تا نیویورک 340 میلیون نفوس در امریکا، اگر از هر کسی که اگر شما پرسان بکنین برتان میگه که I'm an American under one flag which has 50 stars. من یک امریکایی هستم که زیر یک بیرق و نشانی که 50 ستاره دارد. و بسیار به ندرت شما میشنوید که بگوین که ما از کالیفرنیا هستم یا از تکساس و یا هم از اریزونا. حقیقت انکار ناپذیر همین است که نه افغان بودن مایه ننگ و عار است که از آن انکار شود و نه هم بحث در مورد فدرالیسم حرام و نارواست که سر غور و بحث صورت نگیرد. حتی اگر بنابر دیدگاه برخی تاریخ 5000 ساله این کشور جال بدانیم، باز هم نمیتوان ندیده گرفت که دست کم ما و شما برای مدت 13 قرن در یک چارچوب عقیده توحیدی با هم برابر زندگی کردیم و طی 3 قرن اخیر همه اقوام سرزمین افغانستان
افتخارات بسیار آفریدن که به خط زرین در تاریخ کشور ما ثبت گردیده است. در سنن ابو داود یک حدیث بسیار مبارک از پیامبر علیه السلام روایت شده که ما حرفاً او را ترجمه کردم و خدمتتان عرض میکنم. حضرت پیامبر میفرماید کسی که به تعصب قومی دعوت کند از ما نیست، کسی که برای تعصب بجنگد از ما نیست و کسی که در این راه کشته شود از ما نیست. لہذا بیایید دوش دیوارهای تعصب، کینه و نجات پرستی را فرو ریزیم و پلهای آشتی، همدلی و همپذیری را بسازیم. یقینا زمستان میگذرد و روسیاییش به زغال میماند، ولی به خاطر داشته باشیم که افغانستان هرگز فلسفه وجودی خود را از دست نخواهد داد. جهان سپاس.